بریم سر وقت چارت خودمون. در حال حاضر ما در حال تماشای پلتفرم دتوتریت هستیم و اینجا می‌خوایم که در رابطه با الگوهای کندلی صحبت کنیم. این قسمت از مهمترین قسمت‌های برنامه کلاب میلیونر هاست، چون شما اگر الگوهای کندلی و همچنین علت شکلگیریشون رو متوجه بشید، خیلی راحت میتونید تو بازار بیاید معاملات خودتون رو داشته باشید. منتها الگویی مثل ام یا الگوی همون دو قله خودمون، نکته که این وسط وجود داره، اگر ما فقط بخوایم بر اساس شکل الگوش وارد بازار بشیم، نمیتونیم اون چیزی که باید رو از بازار دریافت کنیم. چیزی که به شدت اهمیت داره اینه که به سبک من این کار رو انجام بدید و دقیقاً مثل غذا پختنه. همه میتونن املت درست کنن، ولی اونی که به جزئیات توجه میکنه املت بهتری درست میکنه. همه میتونن برنج بپزن، اونی که به میزان نمک، میزان شعله، میزان حرارت توجه میکنه میشه آشپز حرفه‌ای. شما هم برای تریدر حرفه‌ای شدن صرفاً دونستن این که این الگوی دو قله است و من بعد از شکسته شدن خط گردن و فلان ورود میکنم، اینا مسخره است. به سبکی که من میگم و با جزئیاتی که من بهتون میگم، با استفاده از پرایس اکشن، اسمارت مانی، گره های بازار، سنتیمنتال انالیسیس و تجربیات من به بازار اگر نگاه کنید، دو قله معنای دیگری پیدا میکنه. وگرنه همه میتونن برنج درست کنن، اما این کجا و آن کجای ماجراست. حالا قبل از اینکه بخوایم برسیم به الگوهای کندلی، من اینجا آموزش کوتاه ورود به پلتفرم دتوترید رو بهتون میدم. روی گزینه ساین این کلیک میکنید. من این دو گزینه رو توصیه میکنم، گزینه کانکت جیمیل و کانکت تلگرام. روی کانکت جیمیل بزنید، اینجا لیست جیمیلاتون میاد، روش کلیک میکنید و نکست تموم میشه، میره. خیلی ساده است. روی کانکت تلگرام رو با هم دیگه ببینیم. اینجا وقتی کلیک میکنید میگه شماره تلفن خودتون رو وارد کنید. با مثبت 98 یا مثبت هر کجا که شماره تلفن تلگرامتون هست وارد میشید، شماره تلفن خودتون رو مینویسید. وقتی که نوشتید روی نکست کلیک میکنید. اینجا دیگه با پلتفرم کاری نداریم. برمیگردید میایید توی تلگرام، میبینید که تلگرام بهتون یک پیام داده. این مرحله شما خیلی ساده روی کانفرم کلیک میکنید و وقتی رو گوشیتون رو کانفرم کلیک کنید، اینجا حساب کاربری شما ساخته میشه. برای واریز از بخش دپازیت میتونید این کار رو انجام بدید. خب اینجا USDT از شبکه ترون رو انتخاب میکنید. اینجا آدرس والتی که میخواید، این آدرس والت شماست و الان میتونید به این آدرس والت واریز کنید هر مبلغی که میخواید. مینیمم $10. شبکه ترون رو داره. BNB هم میتونید واریز کنید، ترون هم میتونید واریز کنید. 3 تا آدرس والت به شما میده. از طرف دیگری برای برداشت سودهاتون از بازار، اینجا میتونید از طریق USDT میاد میذارید روی ترون، آدرس والت خودتون رو اینجا و آدرس والتی که میخواید برداشت کنید رو اینجا وارد میکنید. مینیمم برداشت $20 میاد میگید مثلا من $4750 میخوام برداشت کنم. اینجا $2 فی ارسال میگیره و بین 1 ساعت هم طول میکشه، 1 تا 6 ساعت هم طول میکشه که به حساب شما بشینه. نوشته large or suspicious withdrawals، یعنی اگر که برداشت بزرگی باشه یا مشکوک باشه بین 1 تا 6 ساعت. من برداشت زدم قبلا، معمولا 1 ساعت طول میکشه. در سریع ترین حالتی هم که دیدم و برداشت کرده و به حساب اومده هم چیزی که من تجربه کردم 3-4 دقیقه بوده، حالا وابسته به اینکه اون لحظه چقدر شلوغی است. در تو پلتفرم ترانزکشن، ویدرا، دپوزیت، ترید کردن، راجع به همه اینا روی یک اکانتی که خودم موجودی دارم براتون توضیح خواهم داد. مثلا این قسمت راجع به این قضیه نیست، صرفا واسه ساینین که ساینین کرده باشید که تحلیلاتون بمونه. همچنین دپوزیت ویدرا اگر میخواید با مبلغ $10 استارت بزنید، خیلی ریز معامله کنید، الان وقتشه که این کار رو انجام بدید. بریم داشته باشیم الگوهای کندلی خودمون رو. امروز میخوام در رابطه با الگوی دو قله صحبت کنم. خب خیلی دو قله رو شنیدید قطعا، ولی تفاوتی هست بین دو قله‌ای که من اینجا میگم و آنچه که شما میدونید. دو قله عادی رو ما اینجا داریم، دو قله یه قله برتر رو داریم، دو قله دوم برتر رو داریم. این الگوی دو قله است. توی چارت عین همه اینا رو بهتون نشون میدم و بهتون میگم که چطور با اینا میشه ترید کرد و چند مرحله داره. یعنی شما توجه کنید به جزئیاتی که من بهتون میگم و آنچه که عزیزان دیگه بهتون گفتن. دو قله برعکس رو داریم که باعث بالا رفتن قیمت میشه. دو قله‌ای که قله اولش پایین‌تره، دو قله‌ای که قله دومش پایین‌تره. یعنی اینجا قله اول پایین‌تره، اینجا قله دوم پایین‌تره. حالا نه انقدر که من تو چارت کشیدم، ولی یه مقدار پایین‌تر معقوله واسه ما. بعد دو قله عادی که هر دو قله ها
در یک سطح هستن و یکسانن. پس ما 3 مدل اینجا الگو داریم. این شکل رو اسکرین بگیرید برای خودتون نگه دارید. ما 3 مدل الگو داریم، بریم با هم دیگه روی چارت این 3 الگو رو ببینیم و ببینیم که چطور این 3 الگو کار میکنن. خب اولین چیزی که به شدت اهمیت داره ترکیب الگوهای کندلی و هارمونیک و حالا کلاسیک با کندل هاست، با پرایس اکشنه. پس فقط 2 قله یا الگوی ام اینها کافی نیست و ما باید حتما به کندل شناسی هم برسیم که خواهیم پرداخت. اینجا ما این الگو رو داریم، الگوی ام با 2 قله نامتقارن که باعث ریزش بازار شده. نکته مهم ماجرا که بعداً توضیح خواهم داد در این کندل آخری که اینجا میبینید، این کندل آخری که اینجا شکل گرفته. حالا از طرف دیگری چیزی که خیلی برای من مهمه حباب‌های بازاره که ما میتونیم حباب‌های بازار رو تشخیص بدیم و بر اساس حباب‌های بازار ترید کنیم که ما اینجا حباب جذابی رو داشتیم روی مکدی. چقدر جذاب! این آموزش میدم بهتون واگرایی‌های مخفی، دایورجنس و همچنین کانورجنس رو که یکی از بهترین روش‌های ترید همونطور که میبینید ما یه واگرایی جذاب داریم اینجا. واگرایی فول تاییدیه RSI مکدی پلاس تاییدیه الگوی ام یا همون 2 قله و همچنین تاییدیه آخر کندلی که دیگه به ما میگفت 100% با اطمینان وارد بشید. تنها ایرادی که اینجا وجود داره اینه که این ساعت یعنی ساعت 3 بامداد من آنلاین نبودم که این شکار جذاب رو داشته باشم و یک موج سواری شیرین بکنم و از اینجا تا اینجا تقریبا 2% ریزش هستش که با این لورج 20 این میشه 40% رشد حجمی که من به بازار ورود میکردم. یعنی اگر من $1000 وارد میکردم الان $1400 شده بود. شیرین در یک معامله جذاب. حالا اینو داشته باشید. من فقط تو این قسمت میخوام بهتون الگوها رو نشون بدم و اصلا کاری ندارم که چطور وارد میشیم و چی کار میکنیم. ما همون موضوعی که براتون توضیح دادم رو اینجا داریم. اینجا ببینید ما اینجا همون موضوع رو داریم. قله اول شکل گرفته، قله دوم همسان و بعدش ریزش. میخوام تو بازار بهتون نشون بدم که چطور کار میکنه و چقدر تکرار میشه. حجم تکرارش رو ببینید چطور تکرار میشه. اینجا ما این موضوع رو داریم. 2 قله برعکس رفته بالا، 2 قله نامتقارن باعث ریزش شده، روند یه مقدار نزولی شده. ببینید از این بالا از سقفش تا پایینش 2.4% کم نیست. از $63,800 تا $62,300 $1,500 ریزش اصلا کم نیست و میتونستیم معامله رو وارد بشیم به سبک من. چون اساتید میگن منتظر واسید که خط گردن شکسته بشه، نقطه ورودشون خیلی دیر میشه و حجم خیلی زیادی از سود هدر میره. ما تارگتمون این هستش که سودهای زیادی رو هم از بازار از دست ندیم و اصولی هم کار کنیم. نکته هم اینجا وجود داره که قطعا هم استاپ میخورید، طبیعیه که استاپ بخورید، طبیعیه که حتی با این روند مثلا بیایید وارد بازار بشید و 2 قله شکل میگیره ولی برعکس تحلیل شما میشه و میشکنه و کلا میریزه. الگوی دیگری وجود داره اینجا که بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد. الگویی هست اینجا به اسم الگوی سراشانه که راجبش صحبت خواهیم کرد حتما. توی بازار من بهتون نشون بدم الگوی ام رو ببینیم کجا داریم. در تایم فریم 30 دقیقه هستیم. البته همین رو اگر بریم تایم فریم 1 دقیقه مشخصا خیلی بیشتر میتونیم ببینیم. اینجا ما داریم ام رو، روند کلا نزولی شروع شده، رفته پایین همونطور که میبینید. تو تایم فریم 15 دقیقه باز با وضوح بیشتری میشه این ماجرا رو دید و بیشتر هم هست، بهتر هم میشه به شما نشون داد. یعنی این گزارشگرای فوتبال شدم. اینجا ما داشتیم که اونور باز بهتون نشون دادم. الگوی سراشانه رو اینجا جذاب داریم. روی ایتریوم، روی دوج و شیبا حالا چون تحرکات جذابی داره خیلی قشنگتر میشه روش مانور داد. تایم فریم 30 دقیقه رو داشته باشیم بهتون نشون بدم. 2 قله نامتقارن اینجا هست، اینجا یکی دیگه هست. برخورد با یک ناحیه ثابت و ریزش براتون توضیح خواهم داد چطور کار میکنه، ما چطور ورود کنیم. تو تایم فریم های بزرگتر مثل 4 ساعت روزانه هم این قضیه عیناً همینطوری کار میکنه و همیشه هست و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا الان سرعت اینترنت ما به خاطر اینکه اون طرف داریم فایل آپلود میکنیم یه مقدار پایینه، اینطور که میبینید لود نمیشه.
نات البته زیاد سابقه نداره، ولی باز هم با الگوها خیلی خوب میشه. روی نات کوین هم تحلیل‌های جذابی داشت. الان تایم فریم 15 دقیقه‌اش هستیم و خیلی جذاب میشه با الگوهای مختلف. من الگوهای مختلفی رو الان اینجا دارم میبینم، ولی چون راجبش حرف نزدم نمیتونم با موس بکشم، ولی الگوهای فوق‌العاده جذابی رو اینجا میبینم که همش دلیلی برای ترید هست و به ما نقطه ورودهای جذابی رو میده. خب اینجا میبینیم، ببینید الگوی دو قله جذاب تشکیل شده و ریزش جذاب رو داشتیم. از طرفی وقتی خواسته برگردم باز همین الگو تشکیل شده رفته بالا، بعد دوباره پایین اومدن اشاره تایم فریم های کوچکتر اگر نگاه کنید اینجا خیلی قشنگ همون تشکیل شده رفته بالا. اینجا باز داشتیم، اینا دیگه مال چند ماه قبله. اینجا باز ما این الگو رو به صورت بزرگش داریم. ببینید اینجا چارت برای من درست لود نمیشه، ولی باز هم ما داریم این رو. خب اینجا رو ببینید، ما یه دو قله جذاب داشتیم، الگوی ام رو داشتیم و به طرز جذابی ریزش اتفاق افتاده. خیلی زیاده، منتها توی چارت باید بگردید پیدا کنید. اتفاقا نکته به شدت جذابی هم اینجا شکل میگیره و اون اینه که ما هر روز نمیتونیم ترید کنیم و باید منتظر بمونیم تا شکار خودمون رو پیدا کنیم و خیلی وقتا شکاری برای شکار کردن وجود نداره. باید واسطیم یک تاییدیه کندل یا یک الگویی ببینیم که این کار رو انجام بدیم. بر فرض مثال اینجا ناحیه‌ایه که من خودم برای ورود به بازار قطعا اقدام میکردم. حالا یادم نیست اون روزا ترید کردم یا نکردم، هیچ ایده‌ای ندارم، به خاطر اینکه خب به طور مداوم من دارم این کار رو انجام میدم و یادم نیست چه معاملاتی داشتم و مشخصا معاملا بسته شده. ولی تو این ناحیه به خاطر عدد 2500 که ایتریوم همیشه بهش ریاکشن های شارپ داشته و با برخورد بهش ریزش های قشنگی رو تجربه کردیم و وقتی هم که بالاش بوده باز به عنوان یک حمایت عمل میکرده در گذشته بازار. حالا اینجا با گذشته بازار لود نمیشه واسه من. ببینید در گذشته بازار هم این ناحیه 2500 ناحیه‌ایه که قیمت باش برخورد میکرده، میریخته، میرفته بالا. وقتی میرفته بالاش خیلی ناحیه مهمی محسوب میشده و اینجا هم که ریخته، بعدش با ریتست ریزش سنگین از طرف اینجا یه الگوی ام جذاب و ریزش جذاب از $2500 تا $2329، یعنی $200 ریزش ایتریوم یه عدد بزرگیش میشه 7%. با یک لیورج 20 میشه 140% رشد اون حجم معامله‌ای که من به بازار ورود میکنم باشه. $10,000 اینجا میشه $24,000، یه عدد شیرین. یا $1,000 میشه $2,400، $100 میشه $240 اگر این معامله رو 0 تا 100 من توش بمونم. واسه همین این الگوها در یک سری از شرایط خیلی جواب میده. یکی از این شرایط عددهای روانی است که مفصلا بهش خواهیم پرداخت. حالا این الگوها کجا به کار میان، ما چطور باشون کار کنیم؟ نکته وجود داره. ببینید اینجا چیزی که ما باید به شدت بهش اهمیت بدیم اینه که الگو کجا داره شکل میگیره. اگر که این الگو اولین استانداردی که باید رعایت بشه در سبک ترید آدم مرادی، چیزی که باید اینجا بهش توجه بکنید جایی که الگوها دارد شکل میگیرد. حالا این الگو میتونه الگوی خفاش باشه، الگوی دو قله باشه، ام باشه، الگوهای هارمونیک باشه، الگوی الماس باشه، دایموند باشه، یا هر الگوی دیگری. یعنی ما هزاران مدل الگو داریم. کجا شکل میگیرش به شدت اهمیت داره. یعنی ببینید اینجا ما این الگو رو داریم که قله اول و قله دوم در یک ناحیه مقاومتی شکل گرفته و آنگاه در قله دوم که تارگت ورود ماست ما یک تاییدیه کندلی داریم. تاییدیه کندلی چیزی است که من در قسمت بعدی بهش خواهم پرداخت. ما به چه کندل‌های تاییدیه میگوییم؟ تاییدیه کندلی داره و از طرف دیگری، حالا من اینجا بد کشیدم، بذارید من یه بار دیگه میکشم، ما واگرایی داریم. یعنی اینجا قله اول اومده، قله دوم اومده بالاتر، واگرایی داریم. اینجا اما اینجا در این ناحیه کندل تاییدیه داریم، واگرایی داریم، حباب تشکیل شده، در یک ناحیه مقاومتی هستیم، دو قله است، کندل تاییدیه، همه چیز که باشه. آنگاه ما با یک ریسک به ریوارد جذابی به بازار ورود میکنیم با یک اطمینان خاطر بالایی. حالا قبل از این که در قسمت بعدی برسیم به کندل‌های تاییدیه و این قسمت رو تکمیل کنیم و توضیحاتش رو پیش ببریم، میخوام راجع به یک نکته به اسم ریسک به ریوارد صحبت کنم. ریسک به ریوارد یا RR چیست؟
به شدت اهمیت داره در بازار، جزو چیزایی به شدت مهمه و ما باید همیشه بهش توجه کنیم. ریسک اول که آر ما بهش میگیم دیگه، ریسک اول یعنی این کلمه آر اول، کلمه صحیح‌ترش آر اول از ریسک به ریوارد اون مبلغی است که ما برای ضرر شدن احتمالی وارد بازار میکنیم و میگیم آقا این عدد ضرر میشود، احتمال داره که ضرر بشه. به زبون ساده تر مبلغی که برای استاپ لاس من در نظر گرفتم. حالا اگر شما وارد بازار میشی استاپ نمیذاری، اون دیگه اصلا مبحث جدیدی است که ما اصلا توصیه نمیکنیم. استاپ نمیذاری یعنی شما ریسک به ریوارد نداری، ریسکت کل پولته، کل زندگیته، که اصلا منطقی نیست اینجوری معامله کردن. ترجیحاً اصلا معامله نکن، خودت هم مسخره نکن، ما رو هم اذیت نکن، قشنگ راحت برو به زندگیت برس. شما این کار نیستی. پس اگر وارد بازار میشی و شما معاملاتت اینجوریه که من وارد بازار میشم و دیگه استاپ ندارم، خب پس شما یه جایی کل پولتو تقدیم میکنی میره و شما تریدر نیستی. تریدری که استاپ نمیذاره تریدر نیست. یعنی این آدم کلا تو بازار نباشه راحت تره. ما اینجا یک معامله شورت میخوایم بگیریم که میشه معامله ریزشی، معامله که میخوایم از بازار در ریزش ها سود بگیریم. یک تاییدیه کندلی داریم. در قبل از همین ویدیو وقتی که داشتیم چک میکردیم واگرایی داشتیم، واگرایی فول تاییدیه RSI MACD داشتیم، الگوی ام رو داریم، الگوی نامتقارن ام رو داریم، کندل تاییدیه داریم که باز توضیح دادم. من اینجا میام یه معامله باز میکنم، معامله شورت. کجا؟ روی این کندل، یعنی این کندلی که اینجاست. من یه دونه کندل باید بیام اینورتر. این کندل شکل گرفت، این کندل بعدیش هم قرمز شد. اینجا یه معامله شورت باز میکنم، استاپش رو میذارم بالای ناحیه. تارگت خودم رو ریسک به ریوارد 1/3 میتونم بذارم، 1/2.5 میتونم بذارم، ولی همین معامله یک ریسک به ریوارد 1/3 خوب به من میده. من اگر این معامله رو باز میکردم بر اساس منطق خودم تا اینجا، این جایی که این کندل اینجا یک گره، اینجا ما یه گره معاملاتی داریم، راجع به گره ها صحبت خواهم کرد. در روندهای صعودی یا نزولی اینجا یه گره ما داریم که یه مقدار گیر کرده، رفته بالا، برگشته، گره ریتست شده، دوباره رفته بالاتر. من اگر این معامله رو باز می‌کردم رو اینجا از این معامله خروج می‌کردم. ریسک به ریوارد اینجا نوشته ریسک ریوارد ریشیو 2.5. حالا ما فرض می‌گیریم این 3 که عدد ارقام اون روند در بیاد، ولی اصلا 2.5 3 زیاد تفاوتی نداره. این یعنی چی؟ یعنی از هر 3 تحلیلی که من انجام میدم یکیش سود بشه، من اینجا فرض میگیرم که با $100 وارد میشم. $100 وارد شدم، اینجا $100 من با یه لورج 20 بر فرض مثال چند درصد بوده؟ بذارید درصدش رو این پایین ببینم. این پایین میزنم 1.7. فرض میگیریم 2% بوده. با لورج 20 این 2% میشه چقدر؟ 40%. 40% اصل سرمایه من رشد میکنه وقتی توی این معامله من تارگتم بخوره. فرض میگیریم من با $1000 این معامله رو وارد شدم و $1000 خودم رو درگیر کردم، یعنی پوزیشن سایز من $1000. خب خیلی شیرین و جذاب. من $1000 الان شده $1400. چرا؟ چون من اینجا تارگت خوردم. حالا فرض بگیریم که استاپ میخوردم. استاپ من چقدر بود؟ 0.58، یعنی تقریبا 0.60%. خب لورج هم اینجا گفتیم 20 بود دیگه. 20 ضرب در 0.6 میشه چقدر؟ میشه 12. 12 یعنی چی؟ نسبت به $1000 من اگر در نظر بگیریم میشه $120. 12% از $1000 هم با لورج 20، 12%ش میشه $120. من اینجا $120 ضرر میدادم. خب حالا من اینجا $120 ضرر دادم. اگر 3 تا معامله اینطوری بکنم، 3 تا $120 تقدیم بازار کنم، چی میشه؟ $360 تا اینجا توی ضررم. درسته؟ صحیح. از $1000 که درگیر کردم، $1000 کل موجودیم نیست، $1000 از کل پولم رو درگیر کردم. $360 من توی ضررم. موجودیم بازم تکرار میکنم، ما اینجا فرض میگیریم که $1000 نیست، چون اگر موجودتون $1000 باشه منطقی نیست که شما یک استاپ $120 بخورید. اونجوری شما دارید ریسکای 12% میکنید. این اصلا ریسکای منطقی نیست که ریسک 12% بکنید. من دارم فرض میگیرم که ما $1000 از مثلا از یک ولت $5000 یا $10,000 رو در این معامله درگیر کردیم. یعنی رو هر معامله من تقریبا 5% یا 2% رو
دارم درگیر میکنم که 52% واقعا بالاست. برای شروع شما از نیم شروع کنید، 0.5% رو درگیر کنید، یعنی استاپتون به اندازه سایز 0.5% از کل موجودیتون بشه، که البته این رو توضیح خواهم داد. حالا $120 من اگر 3 بار، یعنی اینجا باز دارم خیلی بد در نظر میگیرم، 3 بار من ضرر کنم $360 ضرر میکنم و 1 بار اگر سود کنم این معامله رو، من قابل شما رو نداره، خیلی جذاب، من $400 سود میکنم. یعنی به ازای هر 3 باری که ضرر میکنم، اگر من 1 بار سود کنم به نقطه صفر برمیگردم و اصل سرمایه‌ام سر جاشه. به این میگن ریسک به ریوارد. حالا من اولین معامله‌ام ضرر شد، اوکی، دومیشم ضرر شد، چی میشه؟ من $240 تا اینجا منفیم از یه مثلا سرمایه $10,000 یا $5,000 شما در نظر بگیرید. رو معامله سومم سود میکنم $400، من اینجا تو سودم و اکانت خودم هم رشد دادم، راضی هم هستم. این وسط نه استرسی دارم نه اضطرابی. چرا؟ چون ریسک به ریوارد رو رعایت کردم. پس در تحلیلای خودتون ریسک به ریوارد به شدت اهمیت داره. حالا در ادامه در قسمت بعدی هی مسئله رو بازتر و بازتر و بازتر میکنیم و همین استراتژی ترکیب کندل ها، الگوها و واگرایی ها رو با هم دیگه کار میکنیم و توضیح میدیم که چطور میتونیم بهترین استفاده رو از این ماجرا ببریم. فعلا تا قسمت بعدی بدرود و خدا نگهدار.